عصر شما بخیر هموطنان عزیز، همچنان با شما همراه هستیم و پیگیر خبرها و اطلاعات تکمیلی از وقوع سانحه برای بالگرد حامل رئیس جمهور. وزیر کشور دقایقی قبل با تایید خبر وقوع سانحه برای بالگرد حامل رئیس جمهور در منطقه جلفا در استان آذربایجان شرقی گفت این بالگرد در مسیر برگشت مجبور به فرود سخت می شود. آقای وحیدی افزود گروه‌های مختلف امدادی در حال حرکت به سمت محل حادثه هستند، ولی به علت نامناسب بودن هوا و مه‌آلود بودن منطقه رسیدن گروه‌های امدادی زمان بر خواهد بود. با توجه به اینکه به حال منطقه یه مقدار منطقه پیچیده، ارتباطات یه مقداری برقراری ارتباطات سخت است و ما منتظریم که انشاءالله گروه‌های امدادی زودتر به نقطه وقوع این حادثه و این نشست بالگرد برسن و اطلاعات بیشتری رو به ما ارسال کنن. بله، متشکرم. در بالگرد حامل رئیس جمهور وزیر امور خارجه امام جمعه تبریز و استاندار آذربایجان غربی هم حضور داشتند. عملیات جستجو برای یافتن محل سانحه بالگرد حامل رئیس جمهور همچنان ادامه داره. شرایط سخت آب و هوایی و مه سنگین تلاش گروه‌های امدادی رو با سختی روبرو کرده. تصاویری که ملاحظه می‌کنید تلاش گروه‌های امدادی برای یافتن محل وقوع سانحه برای بالگرد حامل رئیس جمهور است. بله، تصاویری که ملاحظه کردید مربوط به تلاش نیروهای امدادی و جستجو در منطقه برای یافتن بالگرد سانحه دیده حامل رئیس جمهور هست و ملاحظه کردید که مه سنگین در منطقه وجود داره. وزیر کشور دقایقی قبل با تایید خبر وقوع سانحه برای بالگرد حامل رئیس جمهور در منطقه جلفا در استان آذربایجان شرقی گفت این بالگرد در مسیر برگشت مجبور به فرود سخت شده. آقای وحیدی افزود گروه‌های مختلف امدادی در حال حرکت به سمت محل حادثه هستند، ولی به علت نامناسب بودن هوا و مه سنگین رسیدن گروه‌های امدادی زمان بر خواهد بود.